بوستانشناسان در شهرک سنجرشو زیاده از 14 پاره دیوارنگاره ها را پیدا نمودند. همساله شروع از سال 2008 از جانب بوستانشناسان تاجیک و همکسبان خارجی آنها در اساس شرطنامه میان انستیتوت تاریخ، بوستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و جمعیت شویتزاریایی اوید و تحقیقات اورو آسیا در یادگاری‌های سنجرشو دهه سوجینه شهر پنجکن حرفیات گذرانیده می شود که آن را نامزد علم‌های تاریخ شراف‌الدین قربانوف و پروفسور میخائیل شنکر از دانشگاه عبری شهر یروشلیم رهبری میکنند. در حرفیات اینچنین بوستانشناسان جوان تاجیک فیروز امینوف، عبدالرحمان پولادوف، سیدشاه سنگالی و محمد جان یوسفوف شرکت ورزیدند. خادم علمی آثارخانه ملی بوستانی تاجیکستان عبدالرحمان پولادوف به خبر خبر داد که از 7 تا 28 سپتامبر سال روان در مجمع قصر یادگاری کارهای حرفیاتی گذرانیده شدند که ما به آموختن تالار عظیم در قسمت جنوب غربی مجمع قصر آغاز کردیم. در زمان موجودیت رسم‌های روی دیوار که پارچه‌های آنها از خرابه‌ها یافت شدند خیلی زینت داده بودند. با شرافت خدمت زحمت طلب و طاقت فرسای رسام تعمیرنگاران ماریا ژرفه و آثارخانه دولتی ارمیتاژ سنت پترزبورگ و منوچهر رحمانوف از آثارخانه ملی بوستانی تاجیکستان به ما میسر شد که قریب 14 پارچه دیوارنگاره ها را از زیر خاک آزاد نماییم. پژوهش‌های سالهای آخر در یادگاری‌های اول عصر میانگی سنجرشوی دهه سوجینه شهر پنجکن تقریبا سال 740 میلادی در اینجا قصر محتشم بنیاد یافته است. شاید ساختمان قصر با عظمت این نتیجه سیاست آخرین حاکم امویان خراسان نصر ابن سیار بود که پس از شورش سال 722 به سعودیان امکان داد تا به وطن برگردند. عادتا در معماری سوخت بوستان چنین قسمت حجره ها برای تخت یعنی جای نشست اساسی به تصویر بزرگ خدا موافق تمام قانون‌های صنعت سوختی آرا یافته می شدند. تصویرها در سطح بلند بدیعی ساخته شدند و بیشتر از همه به دیوارنگاره‌های قصر شهرستان قلعه قعقعه شباهت دارند. در این جای تجربه آور نیست، زیرا هم نقش خود قصر و هم چوب کندکاری از سنجرشو به نقشه شهرستان خیلی نزدیکند. باید تذکر داد که اولین نمونه دیوارنگاره ها از یادگاری مذکور سالهای 2019-2021 در دیوارهای دوره یکم ساختمان پیدا گردیدند. ما در موسم آینده نیت داریم که برای معاین کردن اندازه های دقیق تالار تخت تحقیقات مجموعه قصر را ادامه دهیم و امیدواریم که آن به ما بازیافت های نو یادگاری های عجیب صنعت سوختی می‌آورد. افزود عبدالرحمان پولادوف.